السلام علیکم دوستان گرامی. اینک ما باز با شماییم و متاسفانه نقشه همون موضوع تماما دیگر بود، ولی متاسفانه با واقعهایی که در شبانه روز گذشته در خوروغ با وقوع پیوستند مجبور کردند که باز با مسئله خوروغ برگردیم و بسیار رفیقان در شبکه‌های اجتماعی میپرسند که اصل مشکل بدخشان در کجا است. خب این یگانه مشکلی که این موضوع رو من دفعه گذشته با زبان شغلی ما گفتیم، شاید تکرار شوم برای اونایی که با دو زبان ما شنیدن، بعضی گپ‌ها شاید تکرار شوند، معذرت میخوام. یک چیز به خاطر بیارید برآمدی پروکورور گنرالی را که خیلی نگران بود از آن که در بدخشان مسئله ها رو مردم مشکل خود را توسط به نام رهبران غیر رسمی، یعنی امروز که اونو رو جنایتکار اعلام کردن، بعد باز جنایتکار نبرآمدند، باز امروز باز یکی از اونها جنایتکار شد و همین روند طول 26 سال ادامه دارد. یک گروهی همین پیشتره چنین رهبران غیر رسمی که بودند اونها را به طور مرموز به قتل رساندند، یکی را دارو داده، دیگری را ترکانده و امروز هم همین کار ادامه دارد. و مشکل اساسی اینها در چی است در بدخشان؟ خب طول از 2010 به این سو من مطمئنم، چون اطلاع داریم، اون پروتکل 3220 که نسبت حزب نهضت بود، در همون روز یک پروتکل دیگر نسبت بدخشان بوده است. ما از این به ما اطلاع همون وقت رسیده بود و طبق این پروتکل در بدخشان در وظیفه های کلیدی ساختارهای دولتی نباید بدخشانی باشد، چون که از اون اعتماد به اونها نیست. و امروز اون نفرانی که در پروکراتور و سود و کمیته دولتی امنیت ملی کار میکنند در دیگر منطقه های جمهوری، به همه معلوم است که اگر کراتور پروکراتور یا کراتور کمیته دولتی امنیت ملی به مکتب باید، به دانشگاه باید، به کدام جای نباید، برای او باید یک مقدار مبلغ آماده باشد و اون رو گرفته به یگان مشکل براید. چون این مسئله ها در خوروغ نمیگذاشتند تا امروز و امروز اینها اومده اون نظام رو در خوروغ جوری کردن. مشکل اصلی اینا همین است. پروکورور خیلی آشکار گفت که من بعد کسی که مشکل با میانجیگری این لیدران غیر رسمی مشکلی رو حل کند، یگان منصبدار، او جزاش میگیرد. مقصد همین. امروز در خوروغ همون پاسگاه های موقتی گفته استادن، ولی اینها نیت دارند همون پاسگاه ها یک عمره باشند، خیلی که در شورای دوشنبه خوروغ 8-10 پست است و همه مشتریان، یعنی اون گهی هم امروز بازرسی دولتی اتومبیلی امروز یک پروکراتور فرق نیست کدام ساختار باشد، اینها مشتری دارند، همچون یک چیز بیزنس. یعنی مشتریان میدونن که به این پاسگاه ها در کدام پاسگاه چند سوم میتیند و میگذارند. حجت 100% باشد یگان عیب پیدا میشود. همین خیلی دیگر طول همین یک ماه زیاد در خوروغ 5 ساله نقشه
جریمه بندی رو اجرا کردن و هر روز جریمه بندی ادامه دارد. مثال امروز شنیدم که یک جوان برای به بیمارخانه بردن مادر کلانش با ماشین تغش مادر کلانش رو به بیمارستان برده است و در بازگشت همین پاسگاه ها او را قپیده 3000 سامانی بر علاوه اون که مادر کلانش را خود همین ها به حالت صدمه روحی آوردن، باز همین ها او را جریمه بستند و همین خیلی مثال ها زیادند و عاقبت همه این آورده به اون رساند که در روز روشن جنرال وزارت کارهای داخلی جوانان را بی حیب در سر را از تپانچه تیر خالی میکنند. اون بچه‌ای که با مادرش در راه هست، اون مادر او از کجا داند که این تپانچه چی نبوده است؟ به گفت ما بیوای نبوده است و چی بوده است؟ تروماتیک. یعنی اون مادر واقعا پستالت واقعی رو دید و واقعا از این پستالت تیر خالی شد. و اگر ما امروز گوییم که این چه بگوییم، یعنی ضرر سبک جسمانی رسانده است و فقط وی را از وظیفه آزاد کنند و با همین یا از وظیفه هم آزاد نمی کنند وی از خروج سر می کنند، با همین مسئله حل می شود. البته که حل نمی شود، چون سال 2014 یکی از چنین ها در مرکز شهر آدمان بیگناه رو پراند و بعد یک ماه خود پرزیدنت او رو در بالاتر برد و علاوه بر اون اردنش هم داد و همین خیل ادامه پیدا میکنه. یعنی مشکل اساسی بدخشان در آن است که امان ترتیبات، امان نظامی که در تمام جمهوری جاری است، اون یک میلیسیونر قطاری باشد، یک پروکورور دین از دانشگاه به کار آمدگی باشد، اگر به کارخانه شما، اگر به خانه شما، اگر به یگان با شما در یگان جا برخورد کرد، شما باید دانید که به او پول دادن در کار و مشکل آسان می شود. و امروز با همین جریمه بندی ها اینا به مردم بدخشان گفتنی هستند که برادران اگر شما قانون خواهید 3000 5000 جریمه میکنید، روید در بانک سپارید، لیکن بیایید دیگر همین قاعده ما رو قبول کنید، 2 سوم 3 سوم تید و دیگر آزادانه حرکت کنید. انا در کجا است اساسی پرابلم اساسی بدخشان. تشکر از دقتتون.